من اولین و آخرین خریدار دادم هنوزم لحظه. سلام علیکم، احوال شما خوبین؟ آقا آرزوام خدمتتون که امروز در مورد خیلی ساده تجریدی میخوام یه چیزی بگم برم. هم باید سرعت اینترنت وقتی طولانی میشه دهنم سرویس میشه، همین که واقعا سوژه یه چیز خیلی معمولیه ولی واقعا احساس میکنم که چیز نیست. چرا اینجوریه؟ آها، تانک کماندر فورد. خیلی داستان نمیدونن. ببین این قضیه اینجوریه، به من میگن که ببین ما از یه داستانی به نام یه فلسفه به نام صبر شروع کنیم. خب راست وایستا. ببین به نظر من صبر جز اون لغت، ببین نظر شخصی ها، اولش دارم میگم شاید اصلا هزاران نفر گفتن تو زر میزنی، خیلی آدمای بزرگ گفتن مثلا تو زر میزنی. خب اوکی زر میزنم ولی زر خودمو میزنم. صبر از نظر من دقیقا مثل مفاهیمی مثل سرنوشت و تقدیر و چیزای جهان سومیه. کارآفرینای بزرگ دنیا کدومشون حاجی صبر کردن؟ به من میگن که صبر کن. حالا میخوام بیارم داستان. ببین من اومدم رابطه عاطفیم کنسل شد با دوست دخترم. اوکی من اومدم میگم یه فراخوان میزنم، میام یه دوست دختر میخوام، هر کی میخواد من باشه، منو که میشناسین شما بیاین خودتون معرفی کنه ببین شاید اوکی شد. خب داستان به اینجا میرسه که میان به من میگن آقا چی صبر نمیکنی؟ برای چی باید صبر کنم؟ خودتو بشناسی. خودم میشناسم دیگه. به رابطه فکر کن ببین چه باگی نداشت. انتخابت درست بود، آره درست بود. چیزی دائمی که نیست. من هر اتفاقی برام بیفته باید یک مدت بیام با خودم تنها باشم اوورثینک کنم که چی. ببین رابطه کجاها مشکل داره. آقا جان من توی رابطه دارم میبینم مشکل کجا بوده. خب الان از اون در شما یه جای زخمی میشه چسب میزنی روشه نمیزنی، صبر میکنی نگاه میکنی به خودشناسی برسی. اصلا خودشناسی چیز جفنگه. شما خودتو نمیشناسی واقعا. اگه واقعا خودتو نمیشناسی از این چیزای جدیده ها، ورودیای جدید نسل و یعنی قرن جدیده، واقعا خودشناسی و عرفان با ول کنی. خودتو نمیشناسی تو بعد زخم شدی اینجوری نگاه میکنی خودشناسی میکنی که زخمه ببینم حالا چجوریه، دردم چقدر اومد بعد میای درمان میزنی. نه، زخم که شد یه چسب زخم میزنی، اون چسب زخم اونجا رو درست میکنه، مثلا چسب زخم یا هم اصلا بخیه، بعد بخیه حل بدنت میشه تمام. خب حالا اینو از اینجا این مثال رو آوردم که بگم ما کمه عجله هم نداریم. کسی که صبور نیست عجول هم نیست. میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ ببین عجول کارو دوست داره سریع انجام بده بدون فکر. من با اینم مخالفم. صبور هم فعلا صبر بکنه، شاید اونم کار بدون فکر انجام بده. یه کاری میخواد بکنه وای میسته، عجول همون کارو زودتر میکنه، صبور هم بذار دیرتر میکنه، دوباره میخوره به دیوار میره در. ولی آدم فرز، آدمی که سرعت براش مهمه، تصمیم درست رو در لحظه میگیره. حالا میخوام برگردم میفهمین دقیقا میخوام چی بگم در بحث خلاقیت ما چیزی به نام صبر و عجله و اینا ببین کمپین داره میره بالا فردا باید بره. اصلا کل قانون دنیا اینه، هیچ وقت کارفرما نیومده بهت بگه که آقا 3 ماه وقت داری یه کمپین. خود بنزو بی ام داستان میکنن این داستان. خب اصلا وقتی داری سوژه یابی میکنی و ایده یابی میکنی خلاقیت خرج میدی در لحظه یه چیزی میاد. تو نمیتونی صبر کنی برای اون باید بیاد و باید بره اجرا بشه، درست یا غلط در لحظه. امپرسیونیست ها یک فانوس دریایی رو و یک کلیسا رو 40 خورده بار توی یه روز نقاشی کردن، پشت سر هم هیچ کدوم شبیه هم نبود. چرا؟ چون نور تغییر میکرد. ببین زندگی منتظر ما نیست. فردا هر کدوم از ما بمیریم اسمی از همون نمونده، اسمم نمیمونه. و 2 روز بعد یادتون اون به مشکین به چیز ضرب میشه دیگه داستانش.
پس بچه‌ها تو خلاقیت و ایده‌یابی چیزی به نام صبر نداریم. من میگم نداریم. حالا هر کی میگه داریم، اگه میخوایم بس اون موقع این چنل اونو فالو کنی، سابسکرایب کنی، با اونم چیز کنی، جلو بری. اگر بخوای صبر کنی، ز قوره هیچ وقت حلوا نمیشه. کدومتون با قوره میتونین حلوا درست کنین برای من؟ با شیر انگور میتونین حلوا درست کنین؟ نه، با شکر بزن بره دیگه، کارم قشنگ در میاد، خیلی خوشمزه تر در میاد. یک سری چیزها برای ما واقعا افتضاح بوده، یک سری از ضرب المثل هامون که این صبرم یکی جزو اونه. مثلا خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، همین ما رو داده بالا درخت. یک تاریخ، همین یه دونه تمثیل ما رو داده بالا درخت. یعنی چه؟ اصلا خلاقیت خلاف این بحثه. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، خب خلاق نمیتونی باشی، اصلا نباید همرنگ جماعت باشی. این در قضیه گر صبر کنی ز قور حلوا سازم هم دنبال نخست سیاه داداش من. حالا باستا ببینیم چه میشه و لازم تاندن نره این دستم و ایناست. خب این چیزی بود که من نظرم اومد گفتم بیام بگم. در حد یه سیگار کشیدن بهتون گفتم، در حد یه سیگار کشیدن. اینو مثلا اپیزود حساب میکنیم بکنیم، من میزنم اپیزود، ولی دوست داشتین یه رنگ تفریح، یه تلنگر، حالا هر چی بشه، بریم در بس. خداحافظ شما، مخلصیم، نوکرتونم.